هنگامی که نماز میخوانید در نماز هرگز عجله نکنید، چون که نماز این گفتگو با پروردگار عالمیان است. نماز طلب دعا و اجابت دعا است. در یک حدیث قدسی الله تبارک و تعالی می فرماید: قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل. من نماز را بین خود و بین بنده ام دو تقسیم کرده ام و برای بنده ام هر چیزی که می خواهد داده می شود. هنگامی که در نماز می خوانیم الحمدلله رب العالمین، همه ثنا و صفت خاص برای پروردگار عالمیان است، الله تبارک و تعالی در این لحظه می گوید حمدنی عبدی، بنده من ثنا و صفت من را بیان کرد. و هنگامی که می گوییم الرحمن الرحیم، الله تبارک و تعالی می گوید اثنى علی عبدی، بنده من ثنای من را بیان کرد. و هنگامی که می گوییم مالک یوم الدین، پادشاه روز جزا، الله تبارک و تعالی در این لحظه می فرماید مجدنی عبدی، بنده من بزرگی من را بیان کرد. و در دیگر روایت است که فوض الی عبدی، بندم همه کار خود را به من واگذاشت، به من توکل کرد. و هنگامی که میگوییم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ای پروردگارا ما خاص تو را عبادت میکنیم و خاص از تو طلب کمک میکنیم، الله تبارک و تعالی در این لحظه میگوید که هذا بینی و بین عبدی، این بین من و بین بنده ام است. ولعبدی ما سأل، و برای بنده ام هر چیزی که میخواهد داده میشود. و هنگامی که میگوییم اهدنا الصراط المستقیم، ما را به راه راست هدایت کن، هر نماز اهدنا الصراط المستقیم، ما را به راه راست هدایت کن، یعنی که ما را همیشه در راه راست نگاه دار، یک لحظه هم از راه راست خارج نشویم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که با آنها نعمت هدایت کرده ای، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نه راه کسانی که بر آنها غضب کرده ای از یهودیان، ولا الضالین، و نه گمراهان که آنها نصرانیان هستند. در این حالت الله تبارک و تعالی میگوید هذا لعبدی، این برای بنده من است، ولعبدی ما سأل، و برای بنده ام هر چیزی که میخواهد داده میشود. و هنگامی که انسان در رکوع و سجود می رود، در یک حدیث دیگری آمده است که الله تبارک و تعالی رحمت و مغفرتی که برای بنده در نماز عطا می فرماید بسیار بزرگ است. در این حدیث می گوید که هنگامی که بنده در نماز داخل می شود، همه گناه های آن آورده می شوند و بر سر و شانه های آن گذاشته می شوند. و هنگامی که در رکوع می رود یا اینکه در سجود، گناه های آن می ریزد. هرچند رکوع و سجده را ما زیادتر کنیم، درازتر کنیم، به همان اندازه گناه های ما و شما می ریزند.